سلام به تمام بچه کافه ترس، خوش اومدیم. این ویدیو اومدیم درباره یک بازی ترسناک براتون ویدیو بذاریم. لایک و کامنت رو حتما بتره کنین که نیاز زیادی به لایک کامنت چه صحبت شما دارم. این بغلی من نشه تو فهم تا لایک کامنت همه بیاد در باز شد. لایک و کامنتتون رو بهتره کنید. اگه ویدیو بیشتری ازش خواستین از این ویدیو یا از اون ویدیو ترسناکی که خودم میگیرم بگیرین تو کامنت ها بگید حتما امروز چی باز کردی. برو بچه پر رو. بله بچه میریم توی خونه ببینید چی توشه. سلام آقای موس، چیز خاصی داخلش نیسته. اولین مابش اسپان شد بسیار ریدم تو صورتت. کلید داره پیدا کردم، باید میکنم پیدا کنیم که اونو قشنگ بیوشش کنیم که در امنیت باشه. کدوم توفنگ رو پیدا کردیم؟ توفنگ پیش کنن رو همین پیدا کردی؟ همین پیدا نکرده توفنگ رو. داریم میگه دنبالش که پیداش کنیم. هیولای اصلی رو باید بیوش کنیم. توفنگ رو پیدا کردم بچه ها. پیامکش به من اومد. امیر بیا سمت خونه ای که اول اسپان شدیم. یک کلید از یک اتاقا دیدم باکی برای سراغ قوان برمیداریم. من توی خونه امیر نگاه کنم دقیقا این راه خونه بغلش بیاد. اون موجود اصلی خطرناک که میتونه ما رو بگیره و تو یک ضربه بکشن رو اصفهان نشده. امیر برو خودت با خودت عشق من نیست. اما من زیر تختم بلیتم پیداش کرده اونه اصلی تو جبن. آره برو تیر نزن. برو نگاه کنین یارو ما رو چه اسکوله یارو ما. توفنگ بیش کننده ایش بسید. ها برو بیارش بچه. ما فعلا جلو داره خونه منه. من دارم بیرون میکنم دقیقا جلو داره. اگه میخواین درشم لایک کنید. تیر با کدوم رو زدی؟ داداشون داره همه ادامه میده. بچه نزود به گاج بریم. چیزی که گرفت ها؟ بیا توی همینجا. بیا زیر. توفنگ گوش کننده دسته. بیا بیرون بندازش برام.
کجاه؟ بذار این کم دوش استاد پشت برم بیهوشش کنم یارمو نجات بدم. امرو از کجا رفت؟ از همینجا؟ بچه انگار پشتمونه. بیای جا عزیزم. الان فهمیدم دقیقا چی شد. به گاز رفتیم بچه ها. تفنگ باگ خورده داره میاد پارو میکنه. بچه تفنگ دوباره درست شد. بسم الله. دوباره درست شده. فعلا میریم اون هیولا رو بکشیم. واقعا یه ذره بیافتا. بیا منو بخو. بیا منو بخو. منو نخو گو خور. افتاد بی شرف. بچه به این صحنه شما توجه نکنید. برو اول. اول من برو اول. اما اومد. تو برو. اما اومد. برو رو کار. برو رو کار. اما اومد. بلند نیستی بلکن. خودم فقط بلند. امیر من یه کلید پیدا کردم. یا دست قبلی پیدا کردم. یادم مثل بچه که از ویدیو فهمیدیم صدا نمیگیره. مجبور شدیم ویدیو رو از اول کلم بهتون بگیریم. کلید من میفهم کجاست امیر. بیدار شد. الان میام دوباره. ای بد شده. بیدار شده. هنوز بیدار نشده. ما دیدمانی میدیم تا امیر بینی میتونه بره کلیدو پیدا کنه. یمانی بشه رو میدیم. امیر جان شما کلیدو پیدا کن. من یمانی بدم بیدار شد تیر رو بزنم بیام سمتت. امیر دقیقا همه جا رو بگرد. بلند شو کوچی سگ. پاشو تیخم سگ. وخی خوب. وخی او بخید. یه تیر دیگه بشده. بیشرف. بای بیفت. آها افتاد. بچه افتاد. الان مطمئنم که خیلی طول میکشه بشه. میریم کلید اینو پیدا کرده امیر. شادگان امیر. تیرش رو پیدا میکنی. چرا دارن خودکار باز میشه. بیا شادگان از این اتاق بردار. تیرش رو پیدا میکنی. من یکی از کلیدا رو دیدم امیر. باید بریم اون کدوم در رو باز کنیم. فعلا بریم اون در رو باز کنیم. این در امیر هنوز. امیر رو این دره. آره بچه ها این بار باید بریم پایین. بچه این صحنه یه ذره بعد شما توجه نکنیم. بزن کارمت تماش. آخ بچه ها این در باز شد. ادامه ویدیو برای پارت دوم اگه لایک و کامنتاش البته زیاد بشه
یه تیدین حاضرشونم. پارت دوم اگه ویدیوش واقعا لایک و کامنتتون بهتر که پارت دومش هم براتون میری. چه حالی داد عشق من. این همتون بازم تکرار میکنم لایک کامنت ساب و ما یادتون نره. بوسش به همه کلاتون. هر کی لایک و کامنت نمیکنه میگم پیرمردها ببخشید پیرزنهای محل براشته‌های بد بکن. نظر خودتونه. ویدیو رو همینجا به اتمام میرسونیم که اوشون افکنم پا شد. نه هنوز بیوشه. بای که پای بچه پا شد. ویدیو رو بعدم براتون میذارم. بای. همه پارتاش الان میگیریم ها.